آقای رحیمی و بس خیلی خوش آمدین. در خصوص حضور کاروان ورزشی افغانستان در بازی همبستگی کشورهای اسلامی، ما درست است که بیشترین مدال امسال کسب کردیم و در طول تاریخ ما مدال طلا و نقره گرفتیم، اما تفکیک حضور ورزشکاران ما کمتر صورت میگیره از سوی مسئولانی که کاروان ورزشی افغانستان را برای اعزام و بازی‌ها تنظیم میکنن. با سلام خدمت شما جناب آقای کاظمی و همه بینندگان عزیز و با تبریک خب 3 مدال که افغانستان در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی کسب کرد. خدمت شما عرض کنم که 2 نکته در ورزش افغانستان باید بالاخره یک روز مشخص شود. یکی ارزش گذاری مدال ها است که ما فکر میکنم ارتباط بسیار نزدیک با وضعیت رسانه‌ای یک دستگاه به خصوص مثلا اداره ورزش در افغانستان، حالا تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک و فدراسیون ها، ارتباط نزدیک با وضعیت رسانه‌ای، سطح دانش و آگاهی و نزدیکی این اداره ها با بیرون از افغانستان و با جهان است که متاسفانه در افغانستان به این اطلاع رسانی مثلا به وضعیت رسانه‌ای و اینا اهمیت زیادی از گذشته های بسیار دور تا حالا داده نمیشه. مسئله دیگه ایه که چیزی را که شما مطرح میکنید و چیزی را که آقای نوید احمدی هم گفتن، در مسابقات یا بازی های چند ورزشی یا چند رشته‌ای مثلا بازی های آسیایی یا بازی های المپیک یا بازی های همبستگی کشورهای اسلامی، سوال ایه که کدام ورزشکارا و کدام رشته های ورزشی باید در این مسابقات اعزام شوند و تمرکز روی کدام رشته های ورزشی باشه. رشته های المپیکی و رشته های غیر المپیکی یا به خصوص رشته هایی که یک کشور میتونه از اون مدال بگیره. در سایر کشورها در مورد همه این مسائل بحث میشه و بررسی صورت میگیره و همچنین برنامه‌ریزی میشه. حتی در درون خود رشته های ورزشی، مثلا شما فکر کنید کشتی رو در نظر بگیرید یا مویتای یا هر رشته دیگه ای، تصمیم گیری میشه که کدام وزنا و چه ورزشکارانی به مسابقات اعزام شود با توجه به حریفانی که ورزشکارا داره که بتونن مدال بگیرن. بله.